الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار از جوانها میپرسند که آیا بازی کردن بازی‌های الکترونی، آن بازی‌هایی که در کامپیوتر است، در تلفن‌ها است، به مانند پابجی است یا یو اف سی است یا کانتر استرایک است یا جی تی است. در یاد دارم یک بازی بود که به نام جی تی بود. بسیار یک بازی فحش بود. در آن قتل و کشتار و دزدی و غارتگری و همین خیلی کارهایی که جایز نیست در آن وجود داشت و غیره ها. بازی‌هایی که بازی‌های الکترونی، آیا بازی کردن آنها جایز است یا جایز نیست؟ خب دوستان عزیز، شما هم میتوانید اگر سوال داشته باشید با صفحه بنده در اینستاگرام ابونه شوید و هر سوالی که دارید در آنجا بنویسید. انشالله کوشش میکنیم تا حد الامکان به سوال شما جواب بدیم. البته جوانها این بازی ها رو میدونند. بعضی از این بازی ها خیلی مشهور شده است و مثلا پابجی تقریبا 600-700 میلیون یا بیشتر هم باشد خریداری کرده در کامپیوترها و در تلفن ها بازی میکنند جوانها. و درباره این بازی ها و تفصیلات این بازی ها و معلومات های این بازی ها رو نمیگوییم. بیایید دوستان عزیز دو شرط رو ذکر میکنیم که موافق همین دو شرط بازی ها یا جایز هستند یا جایز نیستند. شرط اولینش دوستان عزیز این است که هر بازی که اگر به عقیده و دین و اخلاق جوانها ضرر ایجاد کند جایز نیست. اگر مثلا یک بازی در آن قتل و کشتار باشد یا مثلا در همون دزدی و غارتگری هست یا مثلا در بعضی بازی ها زنهای هستند که نیم برهنه و عریان هستند. مثلا در بعضی بازی ها مثلا شرط است که باید تو به کلوب ها و دیسک کلوب ها وارد شده در آن قتل و کشتار و غارتگری کنیم مثلا. یا مثلا در بعضی از نسخه های بازی ها هست که بر عقیده جوان های ما و شما، جوان های مسلمان ها ضرر جدی میبیارد که مثلا در زیر یک بوت رفته چیکار میکند؟ در زیر بوت سرخم میکند. نعوذ بالله، این علاقه شرک است. یا اینکه همون بازی که پابجی گفتیم یا کانتر استرایک گفتیم، مقصد اساسیش فقط قتل و کشتار است. گروه جمع میشوند جوان ها. مثلا در کشور خودمون در تاجیکستان در کامپیوتر خانه ها جوان ها میروند گروه چیکار میکنند؟ بازی میکنند، فقط قتل و کشتار و آخرین نفر همون نفر غالب میشود که زنده ماند، همون نفر غالب میشود. خب این شرط اول بود دوستان عزیز. اگر به عقیده و دین و اخلاق جوانها ضرر بیارد جایز نیست. شرط دومش برادران عزیز وابستگی پیدا نکند. اگر وابستگی پیدا کند و وابستگی باشد که انسان را از کارها و وظیفه های اساسی و کارهای فرضی که الله حق سبحانه و تعالی به گردن ما و شما فرض گردانیده است از آن باز دارد، آن بازی البته حرام می شود. مثلا بعضی جوان ها وقتی بازی میکنند نمازها قضا می شود، همین خیلی وابستگی پیدا میکنند. یا اکثر جوان ها پولهای زیاد خیلی در پابجی، در خریداری، در همون بازی همین خیلی وابستگی پیدا شده است که انسان چیکار میکند؟ پولهای زیاد را در آن خرج میکند و خریداری میکند و پولهایش را اسراف میکند. بنابراین برادران عزیز، اگر این دو شرط اول عقیده و ایمان و اخلاق ما باید حفظ کرده شود، شرط دوم وابستگی پیدا نشود که ما را از وظیفه های اساسی، از نمازمان و دیگر وظیفه های اساسی که حتمی است ما باید اجرا کنیم، از همون ما را باز ندارد. برادران عزیز و خاصتا والدین عزیز امروز اخلاق جوانها را و آداب و عقیده جوانهای ما و شما با طریق همین بازی هایی که امروز غیر مسلمان ها ایجاد کرده و اختراع کرده امروز بین جوان ها پهن شده ایستاده است، خیلی باید آگاه باشیم که فرزندان ما و شما آداب و اخلاق را از کجا تعلیم گرفته ایستاده است، عقیده آنها چگونه شده ایستاده است. و خاصتا در بعضی بازی ها چنانی که میگویند الان نسخه هاش نو شده ایستاده است، آیا هست یا نیست. مثلا در بعضی نسخه هایش میگویند که کعبه را باید چیکار کند؟ ویران کند، یا بالای کعبه هجوم کند، یا چنانی که گفتیم به بت‌ها پرستش کند. دوستان عزیز،
بیایید ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر به ورزش اهمیت جدی میدادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا به سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ارمی یا سعد فداک ابی و امی. ای سعد گفتند شما تیر را بپرانید، پدر و مادرم فدای شما باشد. هر بازی هایی که بود که بازی های ورزشی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم البته به جسم بنده مؤمن و به عقیده اش و به اخلاقش ضرر نمی آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب میکردن. یا خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینیم، یک نفری بود که خیلی ورزشگری مشهور بود و پرقوت هم بود با نام یزید ابن روکانه. خیلی یک گوشتنگیری پرقوتی بود. با پیامبر صلی الله علیه و سلم چند بار پیشنهاد میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهش 3 مراتب گوشتین میگیرند و او را مغلوب میسازند، تا حتی میگه قسم به نام الله که بجز تو ای محمد دیگر کسی پشت ما را به زمین نرسانیده است. میگوید این بودند پیامبری ما و شما، پیامبر صلی الله علیه و سلم. و حتی صلاح الدین ایوبی، این سرلشکری مسلمانی که مسجد اقصی را آزاد کرده است، میدونید چگونه با یک ورزش خیلی همون ورزش را دوست می‌داشتند. ورزشی بود که بالای اسب سوار شده توپ را بازی می‌کردند. با مانند خکی است ولی در بالای اسب نشسته توپ را می‌زدند. استادشون یکی از سرلشکران سران مسلمان ها که نورالدین زنکی نام دارند، نورالدین زنکی به این ورزش خیلی رغبت داشتند و بسیار بازی میکردند و شاگردشان صلاح الدین ایوبی را از همین سبب که صلاح الدین ایوبی خیلی چست و چالاک بودند در این بازی، در این ورزش، برای خود شاگرد گرفتند و خیلی دوست می داشتند. و ببینه این دو بزرگان وقتی یکی از دانشمندان به نورالدین زنکی میگوید که شما خیلی زیاد بازی میکنید، گفتند من با همین بازی هم اسبم را و هم خودم را و هم شاگردانم را به جهاد چیکار میکنم؟ تیار میکنم و آماده میسازم. میگفتند الله از آنها راضی باشد و الله ما و شما را از بیهوده گذرانیدن وقت الله نگهبان باشد و جوانهای ما را امروز زیرک کند که این وقت خیلی پرقیمت است. ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که ضایع کردن بیهوده، ضایع کردن وقت یکی از عقوبت‌هایی است که برای بنده الله با همین گرفتار میکند او را. و میگفتند که بیهوده ضایع کردن وقت از مرگ هم بدتر است، زیرا اینکه مرگ بنده را به پروردگارش نزدیک میکند، اما بیهوده گذرانیدن وقت انسان را از پروردگارش دور میسازد. الله را دعا کنیم که امروز ما و شما وقتمون رو به یک چیزهایی صرف کنیم که به منفعت امت اسلامی بر میگردد و جوانها را امروز از بازی هایی که او را از پروردگارش دور میسازد، بازی که فقط کشتار است و قتل است و دزدی است و غارتگری است و بیهوده گذرانیدن وقت است، نگهبان باشد. و الله را دعا کنیم که ما و شما امت اسلامی را عزیز و سربلند بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.